سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه 27 از کتاب دستور سنتور استاد فرامرز پایور، قطعه شهرآشوب رو کار بکنیم. قطعه خیلی خیلی زیباییه، حتما لطفا تمرینش بکنید. خیلی کمکتون میکنه که نوازندگیتون ارتقا پیدا کنه. قبل از هر چیز ممنون میشم که لطفا حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، این ویدیو رو بفرستید برای دوستاتون، کامنت بذارید، حمایت بکنید که من هم انگیزه داشته باشم که این مسیر رو ادامه بدم. یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من هست و اگر اون رو از هر پلتفرم دیگه می‌بینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقیه، چون واقعا وقت و انرژی زیادی گذاشته میشه برای اینکه این ویدیوها آماده بشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. این قطعه شهرآشوب 3/4. 3/4 یعنی چی؟ یعنی در هر میزان معادل 3 تا نوت سیاه وجود داره. پس شمارش اون براش 3 تایی میشه. و اگر یه نگاه توی قطعه بندازیم میبینیم نوتایی که داریم مجموع نوتامون ترکیب نوتای سیاه و چنگه. پس نیازه که بین شماره هامون فقط و اضافه کنیم، یعنی میشماریم 1 و 2 و 3 و. سرعتی که خود کتاب مشخص کرده سیاه-66 خیلی سرعت پایینیه، ولی خب حتما تمرین کنید که بتونید با این سرعت بزنید. یعنی مهمه که بتونید با سرعت کم اجرا بکنید قطعه رو. بعضی وقتا با سرعت کم اجرا کردن حتی سخت‌تر از با سرعت بالا زدنه. پس این رو لطفاً حتما رعایت بکنید. وقتی قطعه رو خوب یاد گرفتید حتما با مترونوم با سرعت کم اول بزنید، بعد سرعت رو ببرید بالا. خب میریم از اول شروع میکنیم، با هم دیگه نوت‌خوانی میکنیم و میریم جلو. میزان اول نوتامون هست دو سل سل سل. تکرار میشه دوباره همین میزان، که این میزان در واقع یه جورایی پایه این قطعه هست که چندین بار توی قطعه تکرار میشه. اینو میزنمش اول براتون، بعد میریم جمله بعدی رو شروع میکنیم. پس میزان اول میشه دو سل سل سل، دو سل سل سل. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. این چیزی که الان دارم میزنم خیلی بالاتر از سرعتیه که قرار اجراش کنیم، ولی برای اینکه دیگه حالا وقت زیاد نذاریم اینطوری میزنمش. و الا سرعت اصلی شاید مثلا این باشه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. بعد با این سرعت بریم جلو. خب ادامهش رو میخونم براتون. دو سل دو سی لا، دو سل سی لا سل، دو سل لا سل فا. یعنی عملا یکی یکی داره از بالا میاد پایین. اگه دو سل رو حذف کنیم، دو سل رو در نظر نگیریم، بقیه نوتامون هست دو سی لا، تو میزان بعد هست سی لا سل رو سیمای زرد، تو میزان بعد میشه لا سل فا. اجراش میکنیم این سه میزانو. دو سل دو سی لا، دو سل سی لا سل، دو سل لا سل فا. شمارشش که دیگه واضحه 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. خط دوم دو سل فا سل لا، دو فا سی لا سل. ادامهش دو فا سل لا سی، دو سل دو سی لا. این 4 تا میزان رو بزنیم تا بعد ادامهش. دو سل فا سل لا، دو فا سی لا سل، دو فا سل لا سی، دو سل دو سی لا. میشماریم 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. خب ادامهش از میزان آخر خط دوم. فا فا لا سی دو، فا میریم تو خط سوم. فا فا ر دو سی، فا فا دو سی لا، فا فا سی لا سل. پس شروعش همش یه دونه فا فاه، فقط کافیه که اون ملودی بعدی رو حفظ بکنید. میشه لا سی دو ر دو سی، دو سی لا سی لا سل. اجراش میکنیم. فا فا لا سی دو، فا فا ر دو سی، فا فا دو سی لا، فا فا سی لا سل. حالا از اینجا یه ذره حالت عوض میشه. فا سل فا لا سی سل، دو سل دو سی لا سل. اینجا حواستون باشه که دست چپتون باید نسبت به دست راست یه خورده ضعیفتر بخوره و نوتا رو سه تا سه تا میبینیم. پس میشه فا سل فا، بعد لا سی سل،
دو سل دو سی لا. توی قسمت بعدی دیگه نه، تو قسمت بعدیش تو میزان بعدی میشه دو سل و اونورش دو سی لا سل، یه دوتا و یه چهارتا. پس دوتا سه تاست، اونورش یه دوتا و یه چهارتا. پس میشه فا سل فا لا سی سل دو سل دو سی لا سل. این عملا این دست چپه میبینید صداش باید کم باشه نسبت به دست راست. پس انگار ملودی داره میگه فا سل لا سی دو دو سی لا سل. پس چه؟ همین رو سیمای زرد تکرار میکنیم تو خط بعد. فا سل فا لا سی سل دو سی لا سل. خط چهارم میزان سوم، سی دو سل ر دو سل سی سل دو سی لا سل. ادامهش رو سیمای زرد، سل فا سل لا سی دو، دور میاد رو سیمای سفید، سل دو سی ر دو سی لا سل فا سی لا دو سی لا سل فا سل. و اینجا دیگه دوباره بر میگرده روی پایه. پس یه دور از همون شروع از خط سوم دو میزان آخر براتون اجرا میکنم که شروع ملودی هست که گفتیم تغییر توش ایجاد میشه. بشنویمش. خیلی خوب. این 5 خط رو یه دور دیگه براتون از اول تا اینجا میزنم که بشنوید که فضای اون ملودی که داریم چیه. بسیار عالی. میزان آخر خط پنجم تکرار میزان اوله، همون پایه‌ای که داشتیم. میریم سراغ خط ششم، سل می ر می فا می ر ر دو دو سی، دوباره سل ر دو ر می ر دو دو سی سی لا. یه نوت میاد پایین تر، دوباره میزان بعد سل دو سی دو ر دو سی سی لا لا سل فا سی لا سی دو سی لا سل. اجراش میکنیم. سل می ر می فا می ر ر دو دو سی سل ر دو ر می ر دو دو سی سی لا سل دو سی دو ر دو سی سی لا لا سل فا سی لا سی دو سی لا سل. میشماریمش. یک و دو و سه و 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 دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و. میریم سراغ جمله بعد. فا همون جمله دوباره تکرار میشه ولی با یکم تغییر، یعنی آخراش عوض میشه. فا می ر می فا می ر ر دو دو سی دو ر ر دو ر می ر دو دو سی سی لا سی دو دو سی دو ر دو سی سی لا لا سل لا سی سی لا سی دو سی لا سل. میزنیمش. فا می ر می فا می ر ر دو دو سی دو ر ر دو ر می ر دو دو سی سی لا سی دو دو سی دو ر دو سی سی لا لا سل. میشماریمش. یک و دو و سه و 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 دو و سه و یک و دو و سه و.
راست و چپ خیلی مهمه، دقت کنید جاهایی که دوتا راست داره حتما رعایت بشه. میریم سراغ جمله بعد. از پایین خط چهارم میزان دوم، فا می می ره سل. تو این قسمت حواستون باشه تمام سولا باید پیانو بخورن. می می ره سل می ره سل می ره سل می فا می ره دو ره می ره دو سی دو ره دو سی لا سی دو سی لا سل. اجرا میکنیم. فا می می ره سل می ره سل می ره سل می فا می ره دو سل ره می ره دو سی. میشماریمش. یک و دو و سه و 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 یک و دو و سه و. جمله بعد سل می می ره سل می ره سل می ره سل فا می سل. این سولا دیگه جزء ملودی نیست، یعنی عملا بخوایم ملودی رو بخونیم میشه سل می می ره می ره می ره فا می ره دو می ره دو سی ره دو سی لا دو سی لا سل. دیگه اون سولا رو اصلا نمیخونیمشون، یه نوت تکراریه و همش داره پیانو میخوره و جزء ملودی نیست. اجراش میکنیم. می ره دو سی ره دو سی لا دو سی لا سل. شمارشش هم واضحه. یک و دو و سه و 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 قسمت آخر که تکرار قسمت بالاست، قبلا زدیمش. فا سل فا لا سی سل دو سی لا سل. رو سیمای زد همین تکرار میشه. فا سل فا لا سی سل دو سی لا سل سی دو سل ره دو سل سی سل دو سی لا سل سل فا سل لا سی دو سل دو سی ره دو سی لا سل فا سی لا دو سی لا سل فا سل. اینا رو قبلا زدیم همه رو. خیلی خوب، یه دور براتون با مترونوم از اول تا آخر میزنم با سرعت خیلی کم که بدونید که شما هم باید با حوصله با سرعت 66 بتونید اجراش کنید. مترونوم میذاریم رو سرعت 66 3 ضربی. یک دو سه یک و دو و سه و 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 یک و دو و سه و.
بعد که اینو خوب یاد گرفتید، حالا میتونید تمرین بکنید که سریعتر و روونتر اجراش بکنید. مثلا تبدیلش کنیم به این. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون باشه که حتما لطفاً کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید، کمک بکنید که این ویدیوها بیشتر دیده بشه. هم به دیگران کمک کنید که از ویدیو استفاده کنن، هم من رو حمایت کنید. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. خوب و خوش باشید.